بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم آنتن. در خدمت شما علاقه‌مندان به فوتبال هستیم با رقابت‌های کوپا دل ری مرحله 1/4 نهایی دیدار تیم‌های رئال بتیس و اتلتیکو مادرید، بازی که از ثانیه‌های پیش گردش توپ در خط دفاعی رو داشته باشن. یورنته توپ رو در اختیار و سر بالا با یه پاس بلند به سمت چپ منطقه بازی رو عوض میکنه و رسونه توپ رو به زلزولی. حرکت عالیش، یه ضربه به قصد چوب خیلی هم خطرناک میزنه. تهدید نسبتا خطرناکی بود به روی دروازه اتلتیکو، فاصله زیاد و اون شجاعتش برای اینکه بخواد شانس خودش رو از این فاصله امتحان بکنه. بعدم با کوکه نگاه محوطه، ارسال بلند در محوطه جریمه و توی دروازه. گل اول مسابقه رو خیلی زود تیم مهمان به ثمر میرسونه و اتلتیکو 1-0 پیش بیفته از رئال بتیس. ارسال کاپیتان کوکه و ضربه سری که اونجا زده شده و دروازه باز میشه و ورزشگاه رو به سکوت دعوت کرده تیم اتلتیکو مادرید. با همتیمی خودش این ضربه سر شاید گوله رو به نام هانکو ثبت بکنن با ارفاق تا آدریان. هانکو به نظر گل زده. پاس تک‌ضربه عالی برای لوکمن، فرار کرده آدم لوکمن میره برای اینکه گل بزنه توی این مسابقه و چه موقعیتی رو خراب کرد آدم لوکمن. توی اولین بازیش با پیراهن اتلتیکو دروازه رقیب رو باز بکنه به این شکل این موقعیت مناسب رو خراب کرد با پای چپ آداما لوکمن. کوکه به همراه سیمونه پشت این ضربه ایستگاهی از خود کوکه کوتاه کار کردن. پاس بلند به سمت چپ، یه ارسال در محوطه جریمه و لوکمن یه پاس به سمت راست فرستاده شد توی محوطه جریمه. آنتونی یه ارسال در محوطه جریمه، فرصت هست و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. اتلتیکو رو باز بکنن، با هم مرور کنیم صحنه آهسته رو. این شوتی که پرقدرت و محکم زده شد و توپ هم از کنار دروازه به بیرون رفت. هانکو، الکس ماینا، پاس کوتاه، 1-2 عالی در محوطه جریمه، فرصت برای گل دوم و اینم گل دوم. سیمونه هستش که در 30مین دقیقه حساب کارو 2-0 میکنه و اتلتیکو حالا با 2 گل و با اختلافی بیشتر میتونه به این بازی نگاه بکنه و خیالی راحت‌تر تا پایان نیمه اول رو سپری بکنه. این حرکت عالی، چقدر خوب لوکمن ساخته و پرداخته کرد برای روجری تا همچین پس کاتبکی رو بده و بیاد اینجا سیمونه دروازه رو باز بکنه. 2-0 برای اتلتیکو. ارسال بلند در محوطه جریمه، ارسال توسط آنتونی که اصلا جالب نیست و توپ هم برگشته میشه. حالا آداما لوکمن چه فراری کرده از سمت راست. اونجا یورنته، حمله سرعتی تیم اتلتیکو، اونا میتونن صاحب گل سوم هم بشن. حتی یه پاس عالی برای آداما لوکمن، سر توپ زده میرن برای گل سوم حتی و بزنه اونجا لوکمن و میزنه و گل هم میزنه. آداما لوکمن هم به جمع گلزنها اضافه میشه و در اولین بازی خودش برای اتلتیکو گلزنی میکنه. اتلتیکو 3 بتیس 0 رو تحقیر در 45 دقیقه اول به دست شاگردان سیمونه رقم میخوره. لوکمن چه حرکتی، چه پاس کلاس جهانی رو اونجا داد گریزمان و اینم پاس باریوس بود برای آداما لوکمن و دیگه تمام کرد کار رو. 22 جدید اتلتیکویی ها. زاویه موافق آدریان رو مورد هدف قرار داد و این گلره کهنه کاری از دستش بر نمی‌آمد.
تیم نیاز به گل داره. موقعیت خوب، حالا یه پاس عالی به سمت چپ، فرصت در محوطه جریمه گرفته. امیدوار مسئولیتش جدی و طولانی مدت نباشه. گرفته عالی آداما. لوکمن فرار کرده، حالا خود لوکمن برابرش مدافع هست. پاس عالی به سمت چپ، آنتوان گریزمان به جمع گلزن‌ها او هم اضافه شد. تو بازی اول یه گل، یه پاس گل برای آداما لوکمنه. گل چهارم هم زد اتلتیکو و شب تحقیرآمیز رئال بتیس تکمیل میشه. خوب تونه سوپ رو به طول دروازه رئال بتیس برسونه. آنتوان گریزمان واقعا قشنگ زد. زاویه‌ای که مد نظر قرار داده بود آنتوان گریزمان فوق‌العاده بود و اینم خوشحالی که انجام میده. این یعنی عالی توی محوطه. حالا آنتونی میتونه یه گل جبران بکنه، پاس میده اونجا. پاس کوتاه برای لوکمن توی محوطه جریمه، توپ رو در اختیار داره. مندوزا فرصت عالی، ضربه‌ای که زده شد و سه تکاملی که خدمت رو از خواهم کرد. شوت روبیالو نمیخواد توی مسابقه گل بخوره و میخواد کلینشیت بکنه. رد بشه باید در ادامه بازی حذفی چمپیونز لیگ منتظر باشه. آنتوان گریزمان گرفته اولی و دومی هم گل. پنجمین گل دیگه با گل دارن ورزشگاه رو خالی میکنن هوادارهای بتیس. با هر گلی که زده میشه عمده ورزشگاه خالی و خالی تر میشه و این بار آلمیدا هستش که دروازه رو باز کرده. پرگل و تونسته حریف خودش شکست بده. مایورکا رو 3-0 برده بود. دیگه پیش از اون تو مسابقه که بتونه با اختلاف 4 گل برنده بشه، حتی شاید خود هواداری اتلتیکو هم یادشون نیاد. آره شکست 4-0 داشته که برابر آرسنال بوده باشه در همین چمپیونز لیگ این فصل و شاید آخرین بار فکر میکنم 5-1 بردنشون برابر آینتراخت فرانکفورت. تا 4 تیم اونوره کوپا ایتالیا هم تکلیفش مشخص شده باشه. 4 تای لالیگا رو که متوجه شدیم. توی اف ای کاپ هم که کلا داریم میرسیم به فینال. سوت پایان مسابقه رو رأس 90مین دقیقه آقای سزار سوتو به صدا در میاره بدون اعلام وقته اضافه و ورزشگاهی که خالی شده